سلام و درود خدمت شما عزیزای دلم. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امیدوارم که پر از عشق و آرامش باشید. امیدوارم لحظات دوست داشتنی توی زندگیتون اتفاق بیفته. آماده هستید یک ذهن خانی دیگر رو با هم شروع کنیم؟ نشونه هایی که پر از چیزهایی هستش که دنبالشی و دوست داری بهش برسی. این کانال پر از آگاهی از وضعیت ذهنی شخص مقابل شما هست. مطلعتون میکنه که توی ذهنش چی میگذره، چه کاری میخواد انجام بده. در مدار نور قرار بگیرید، آگاهی بهتری برای شما اتفاق میفته. سعی کنید با من همراه باشید، توی مدار آگاهی قرار بگیرید. در قالب نیتی که میکنید، نیتتون رو برام کامنت کنید، لایک کنید، ساب داشته باشید و برای دوستانتون هم بفرستید. نیت میکنیم ببینیم که چی قراره برای شما اتفاق بیفته. آگاهانه جلو میریم و ببینیم که چی قراره به شما بگه، چه راهی رو به شما داره نشون میده. اون چیزی که مد نظر شما هست، اون صحبت، اینکه طرف چه کار میکنه، حالش چجوری هست، چه کاری داره انجام میده رو بهتون بگیم. از عشقش، از ذوقش، از اینکه چجوری دوستت داره، از اینکه چی کار میخواد انجام بده. اینها رو از لابلای کارت ها بکشیم بیرون و ببینیم که چه خبر هستش. ما میریم با این ریدینگ رو شروع میکنیم. این انرژی خانی رو برای شما انجام میدیم تا ببینیم بهترین ها برای شما انشاءالله اتفاق بیفته. در مسیر آگاهی قرار بگیرید، لایک کنید، کامنت کنید و انرژی هاتون رو ببرید بالا تا ببینیم که ارتباط روحی این آدم الان چجوری هستش، احساساتش، کنترلش، همه اینها اون حال و وضعش رو ببینیم و بررسی کنیم. داره نشون میده که احساسات پررنگی داره. خواه ناخواه این روزها خیلی برانگیخته هستش. انگار احساساتش، فکر و ذهنش بیشتر درگیر شما هستش. انگار اون حس خاصی رو الان داره تجربه میکنه. عشقی رو داره نشون میده که قطعا دوست داشتن با ابعاد گسترده‌ای هستش. ببینید این آدم انگار یه جور از رابطه فرار کرده. میخوام ببینیم برای چی این کار انجام داده. انگار به شدت داره آدم محافظه کاری نشونش میده. ذهنش خسته است، روح خسته‌ای داره. احساس میکنه که باید فرار کنه. احساس میکنه خسته شده، آسیب دیده. ببین آدمی هستش که سریع بی‌اعتماد شده نسبت به شما و تو حالت دفاعی قرار گرفته. چون بلد نبوده که چه کاری انجام بده، تو مرز تسلیم شدن رفته و در مقابل شما به جای اینکه صحبت کنه، مقاومت نشون بده، اون سختی و دشواری، حالا مشکلاتی که توی راه به وجود اومده رو حل بکنه، برای خودش بهترین راه فرار رو دیده. الان میترسه ببازه، میترسه آسیب ببینه. این آدم حس مالکیت بهت داره، وابسته هستش و میترسه کسی دیگه دلت رو به دست بیاره. میدونه وارد بازی شده که ممکنه توش ببازه. مشخصه که خب شما نسبت به عشق و علاقه، زیبایی، دوست داشتن، اینها ازش سر هست. به خاطر همین هستش که ترس از دست دادن شما باعث استرس، فشار روحی بهش شده. برای عزیزانی که رابطه کامل کات شده و بینتون فاصله افتاده، دارم میبینم که ابراز خستگی زیادی از سمتش دیده میشه. اون آدم نمیخواد باخت بده، نمیخواد کوتاه بیاد، نمیخواد کم بیاره، داره مقاومت میکنه. الان فهمیده که چه نگینی رو از دست داده، چه چیز ارزشمندی رو داشته و قدرش رو ندونسته. داره با خودش
فکر میکنه، برمیگرده به عقب، داستان آشنایی، داستان زمانی که با هم بودید، همه اینها رو مرور میکنه و بیشتر خستگی روحی، دلتنگی رو براش ایجاد میکنه. خیلی توی فشار روحی و روانی قرار گرفته. دوست داره سریعتر از این ناراحتی رها بشه. آدمیه که سریع وقتی توی تنگنا قرار میگیره بدون مقاومت کردن فرار میکنه. خب ولی الان ترسیده، الان نمیتونه دور از شما قرار بگیره، دور از شما اصلا اون آرامش رو نداره. به خاطر همین داره شرایط رو درست میکنه، داره اون ظاهرش رو فعلا حفظ میکنه. اول داره روی موقعیت‌های مالی زندگیش داره یه جور محاسباتی رو انجام میده که از اون لحاظ، از لحاظ امنیت مالی داشته باشه. بعد به موفقیت که رسید، یعنی حالا پاشو که محکم کرد، اون موقع هستش که همزمان با اون موفقیت‌های مالی، تلاش‌های مالی، البته تلاش برای به دست آوردن شما داره انجام میده. داره روی خانواده، روی مسائل مالی همزمان کار میکنه. همزمان با اونها موانع رو برطرف میکنه. تلاش میکنه ذهنش رو متمرکز کنه. تلاش میکنه چیزهای غیر مرتبط رو نسبت به رابطه کمتر از ذهنش اجازه ورود بده، اجازه بده اونها سریعا خارج بشه از ذهنش. تلاش میکنه قسمت‌های تاریکی که توی ذهنش نسبت به رابطه داشته، شک داشته، حالا اون غرورش رو، اینها رو از بین ببره، کنار بگیره، اغلب تا اونجا که میتونه حداقل پنهانشون کنه، کمرنگشون کنه تا بتونه مثل گذشته توی رابطه اون گرمی رو ایجاد بکنه. این آدم از قضاوت ها میترسه. کلا آدمیه که وقتی قضاوت بشه به شدت ترس داره، چون دوست نداره با بایدها و نبایدها سر کنه. ساختار فکریش این مدلیه و سریعا فرو میپاشه. یک سری خط قرمز، یک سری آداب و رسومی برای خودش داره که نسبت به گروه زندگیش، حالا گروه دوستانش، اینها رو یاد گرفته و الان توی مسیر خوبی قرار گرفته. یعنی اون خط قرمزها، اون چیزی که خودش رو به اون مقید کرده، باعث شده افکارش درست بشه. داره ریسک میکنه، حتی از نظر خودش بزرگترین ریسکش این هستش که داره یه جور سعی میکنه با شما ارتباط بگیره، تماس ایجاد بکنه، حتی پیام بده. ببین حتی اگر گناهکار هم باشه یکم سخته براش که بخواد قبول کنه اشتباه کرده. ببین برای عزیزانی که رابطه مثلثی دارن، حواسشون رو جمع کنن. نباید وارد چنین رابطه، مثلا میدونی که رابطه طرف مقابلتون پارتنر داشته، از قبل توی رابطه بوده، عشق و علاقه وجود داشته، اینها برای شما نگرانی های خیلی زیادی رو ایجاد میکنه و باعث میشه که زیان، ضرر، از چشم دیگران افتادن، قضاوت شدن های بد، سرکوفت، فشار زیاد براتون ایجاد کنه. پس حواستون رو جمع کنید، توی این شرایط قرار نگیرید. خب ببین این آدم داره خودش رو کنترل میکنه تا کنترل زندگیش رو هم از دست نده. داره یه جوری همه چی رو با همدیگه هندل میکنه، یه جور موارد مالی، موارد کاری، خانوادگی، عشق و علاقه‌ای که به شما داره، همه اینها رو در کنار هم پیش میبره، موانع رو برطرف میکنه. به راحتی داره اون اتفاقها، اون ناراحتی‌ها، مشکلاتی که بینتون ایجاد کرده بود رو حل میکنه. این آدم ظاهرش رو حفظ کرده، خیلی سرد نشون میده ولی قلبش پر از حیاها هستش، پر از عشق هستش. شاید توی بعضی جاها سکوت کرده و سکوتش پر از علم و آگاهی هستش. البته یعنی میدونه که چه کاری داره انجام میده، میدونه که الان موقع سکوت هستش.
ببین چیزهای پنهانی وجود داره، آدمایی که بدخواه هستن، ذاتشون خرابه، میان صحبت میکنن، حالا فرق نمیکنه سمت شما از سمت خود ایشون، میخوان که رابطه رو خراب کنن، حرف میبرن میارن. تو گذشته توی رابطه این اتفاقا افتاده، بعدن مقصر شما جلوه داده میشی یا ایشون جلوه داده میشه. پس سعی کنید آدم‌های اضافی، آدم‌های که بهشون خیلی معتقد نیستید، خیلی بهشون اعتماد ندارید رو وارد رابطه نکنید، بهشون پناه توی رابطه ندید. با آگاهی، با صحبت کردن در کنار هم میتونید خیلی شفاف رابطه رو درست کنید. اون ترس ها، اون ناراحتی ها، پنهانکاری هایی که اگر بینتون هست رو حل کنید. این آدم غرورش جریحه دار شده، یک چیزی رو یک مدت ازش انگار تو گذشته پنهان کردی. پنهانکاری تو باعث شده این آدم بهت شک کنه، آسیب ببینه و این آسیب بلند مدت توی رابطه تأثیر گذاشته و این آدم فرار رو ترجیح داده. پس احساساتت رو نباید انکار کنی. اگر چیزی هست با صحبت کردن حلش کنید، پنهانکاری نداشته باشید. با جملات خوب رابطه رو قشنگتر پیش ببرین، بدون ترس اون چیزی که اتفاق میفته رو با هم در میون بذارید. ببین باید دوست داشتنتون رو به هم ابراز کنید. نیازی به پنهان کردن حس و علاقه و اشتیاق نیست. دوست داشتن جسارت میخواد. باید در مقابل هم اون عشق و علاقه، اون دوست داشتنتون رو به زبون بیارید. فقط با بعضی صحبت ها عشق و علاقه کافی نیست. باید هم از نظر زبونی هم از نظر رفتاری به سمت مقابلتون بفهمونید که علاقه وجود داره، اعتماد رو با هم ایجاد بکنید. اینجور نیست که خودخواهانه جلو بری و به خودت ارزش بدی، اون رو بی ارزش بکنی. اینها رو حواستون باید باشه. انرژی قلبیتون رو توی رابطه به هم وصل کنید، با هم جلو برید، با هم حل کنید و احساساتتون رو بیان کنید. رابطه رو به درستی در کنار هم با هم دیگه هدایت کنید. اینکه شما برای خودت یه راه رو باز کنی، ایشون برای خودش یه راه رو باز کنه، رابطه رو توی فاز اشتباه میبره و رفتارهای اشتباه این چنینی باعث میشه افراد اشتباه وارد رابطه بشن، نظر بدن و رابطه از اون زنجیروار بودنش پاره بشه. دیگه اون اشتیاق توی قلب و روح طرف مقابل و خود شما حتی دیده نشه. پس همه جوره باید به هم بها بدید و عشق و عاشقیتون رو قشنگ نشون بدید. ببینید دنیایی رو برای هم بسازید که هم مد نظر خودتون هستش، برای خودتون عالی هستش، هم برای طرف مقابل. هر چیزی که برای خودت خوشایند هست رو برای اونم انجام بده. غرور بیجا باعث میشه زخمی بشی، هم خودت هم اون. اگر کینه داشته باشی، نمیتونی صحبت کنی، نمیتونی همه چی رو سر جای خودش بذاری، نمیتونی اگر اشتباهی کردی، غرورت بهت اشتباه رو نمیذاره جبران کنی که بگی من اشتباه کردم اومدم که جبران کنم و این شانس رابطه رو از تو میگیره، بهت آسیب میزنه. پس خیلی واضح داره بهت نشون میده که این آدم دنبال درست کردن رابطه است. پس تو هم باید تو این مسیر، چون مسیر مشترکه، مسیر مال هر دوی شما هستش که بتونید به یک جای خوب برسونیدش. هر دو با هم تغییرات لازم رو باید انجام بدید. اون تغییر میکنه، شما هم باید در قبالش تغییر کنید. برای خودتون تعیین هدف داشته باشید. تکلیفتون رو توی رابطه مشخص بکنید. از آدم هایی که مش میدونن توی رابطه رو خراب میکنن فاصله بگیرید. حرفتون رو با هم به یک جای مناسب برسونید. مسیرتون مشخصه، بالا پایین داره، نمیشه به تنهایی ازش گذشت کرد. باید در کنار هم باشید، باید قدرتمند
خودتون رو به نمایش بذارید تا بتونید از اون عمیق بودن رابطه لذت ببرید. ببین شاید بعضی اوقات در مورد ارتباطی که با شما داره اون حسش اون ناراحت بشه یا ایجاد خلایی داشته باشه. حالا توی رابطه مشکلی ایجاد کردی، اون فکر میکنه تنها شده، افسوس میخوره، حسرت میخوره. خب خود شما هم توی بعضی جاها کمرنگ عمل کردی و به رابطه آسیب زدی. بعضی وقتا باید منطقی هم نگاه کرد که آدم ضعیفی نباشه. همه چی رو بر پایه منطق یا بر پایه احساس نباید پیش برد. هر دو با هم باید باشه تا بتونید رابطه رو به خوبی پیش ببرید. خب عزیزای دلم، به پایان این ریدینگ رسیدیم. امیدوارم به اون چیزی که مد نظرتون هستش رسیده باشید. امیدوارم که بهترین منطق رو، بهترین انرژی رو توی رابطه داشته باشید و بالاترین شادی براتون توی رابطه ها اتفاق بیفته. لایک و کامنت فراموش نشه. چیزی که مد نظرتونه دوست دارین در موردش صحبت کنیم، اونو بررسی کنیم رو برام بذارید. 100% میبینم، جوابتون رو میدم. تا ریدینگ دیگه شما رو به خدای یکتا می سپارم و در پناه نور باشید.